سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز. امروز میخوام براتون در رابطه با موتور خودرو و عاملی که باعث شده خودرو به روغنسوزی و دود کردن بیفته و صدمات دیگه‌ای به موتور این خودرو بزنه در رابطه باهاش برای شما توضیحاتی رو بدم. این خودرو ظاهراً از روغن غیر استاندارد استفاده کرده که مقدار غلظتش خیلی خیلی زیاده و همین مقدار غلظت باعث شده که نفوذ کنه به سایر قطعات مثل رینگ‌ها و سوپاپ‌های موتور و اونها رو کلاً از بین ببره. توجه داشته باشید که اگه خودروتون دچار روغنسوزی هستش و بهتون پیشنهاد میشه که از روغن سفت‌تر استفاده بکنید تا دود موتور خودرو بیفته، این کار رو به هیچ عنوان انجام ندید. چرا که موقعی که شما روغن با غلظت خیلی بیشتر استفاده میکنید باعث میشه که هزینه و خرابی ها برای تعمیرات موتور رو، قطعات اصلی موتور رو بیشتر میکنه و هزینه رو افزایش میده. در این سو در سوپاپ مربوط به این خودرو رو شما مشاهده کنید که چقدر سرشار از رسوب و جرم هایی هستش که اینها در اثر استفاده از روغن غیر استاندارد و نامرغوب اتفاق افتاده و همین عامل اصلی و مهمی هستش برای خرابی های موتور خودروتون. پس حتما توجه داشته باشید در انتخاب روغن، نوع روغن حتما دقت فرمایید که موتور خودروتون به این روز دچار نشه. از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم که ما رو در دیدن این فیلم همراهی کردین. خدا نگهدار.